مردی که در حالت مستی در مسجد امام شد و نماز جماعت را خوانده داد. السلام علیکم تماشاگران عزیز و هواداران شبکه کاروان عمر. دو جوانی که از مدینه منوره به ترکیه برای استراحت کردن آمدند. وقتی به آنها به استانبول رسیدند، ویسکا خریدند، به تاکسی سوار شدند و بعد برای هیچ کس ندیدن از یک قشتاقی که دورتر بود در یک مهمانخانه جا گرفتند. وقتی آنها در مهمانخانه با کار خودشان مشغول بود، خدمتکار آنها را از کجا بودنشان را پرسید. یکی از آنها از مدینه منوره هستیم گفته جواب داد. در همین وقت خدمتکار خرسند شده به این دو جوان خانه عادی نه بلکه یکی از خانه های بهترین جای دادند. جوانها خرسند شدند. شب را باشد با ویسکی نوشیدن خواب کردند. یکی از آنها پرره مست شد و دیگر کم هوشش در جایش بود. ساعت 4:30 سحر شد. زنگی در برآمد. یکی از جوانها بیدار شد و در را باز کرد که از پس در خدمتکار مهمانخانه می ایستاد. به جوان نگاه کرده گفت: امام مسجدمان شما را از مدینه منوره بودنتان را و در همین جا بودنتان را دانسته به نماز بامداد خواهش دارد که شما امام شده نماز بامداد را خوانده می دادید. ما شما را در پایان انتظاریم. گفت. جوان زود دوستش را بیدار کرد و پرسید که از قرآن یگان سوره از یاد کردگی هستی؟ دوستش باشد امام شده و جماعت نماز خواندن ناتوانیش را گفت. جوانها چیکار کردنشان را ندانسته ماندند. در همین وقت باز صدایی در برآمد. باز همان خدمتکار می ایستاد. شما را انتظاریم. با نماز هم وقت کم مانده است. دو جوان باشد زود به وانه در آمده غسل کردند و بعد به مسجد داخل شدند. همه از جایشان برای حرمت و احترام خیستند. مسجد پر بود، حتی که بیرون از مسجد آدمان می ایستادند و به جوانها از صدق دل سلام می دادند. یکی از آنها امام شد، تکبیر گفت، سوره فاتحه را خواند. وقتی الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین گفت، اهل مسجدی که در آنجا بودند مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم را به یاد آورده همه گریه کردند. جوانی که امام شده بود حکایت می کند. در 2 رکعت هم بعد سوره فاتحه سوره اخلاص را زمزمه کردم، زیرا از قرآن دیگر سوره را از یاد نکرده بودم. بعد از نماز همه بر من سلام می دادند. این واقعه به 2 جوان مدینه سبب شد. حاضر یکی از آنها یکی از واعظ مشهور شده است. ببینید، بعضا خداوند یک کار را برای تو لازم می دارد. او باشد به هدایت تو، به راه راست گشتن تو سبب می شود. هیچ کاری خداوند به سبب نیست.